بازی نمایندگان مجلس با تیغ دولبه استانداری کرمانشاه. چند روزیه که اخباری در رسانه‌های استان کرمانشاه مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس برای استانداری کرمانشاه بر سر یک گزینه به توافق رسیدن منتشر میشه. این خبر بسیار خوشحال کننده بود، چون نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف هیچگاه بر سر گزینه استانداری به توافق نمی‌رسیدند و دولت محترم حالا در دولت‌های مختلف گزینه خودش رو به استان کرمانشاه تحمیل می‌کرد. خواستم بگم که این تصمیم برای نمایندگان مجلس هم میتونه خوب باشه هم بد. خوب از این نظر که با انتخاب این گزینه بین دولت و مجلس در استان کرمانشاه یک وفاق صورت میگیره و استان در شرف آینده‌ای بهتر قرار میگیره. بعد از این نظر که در آینده شرایط استان کرمانشاه در هر جایگاهی باشه برگردن شماست و شما نمیتونید منتقد شرایط استان در آینده باشید. حالا ما در رسانه آکام منتظریم که هر کدام از عزیزان نماینده مجلس در صورت تمایل به صورت شفاف به مردم توضیح بدن که آیا به دنبال استاندار شدن شخص خاص هستند یا به عنوان نماینده مجلس ناظر بر عملکرد هر شخصی که استاندار آینده کرمانشاه باشه.